گفتش که بهمون گفتن که بریم برای راستی آزمایی. اومدیم و از همون ورودمون همه استرس، من برعکس اینقدر من میخندیدم، اینقدر شیطونی کردم. رویای من باشو بگو دیگه سراغت نمیام، دنیای من باشو بگو دیگه نگاه تو نمیخوام. من به نظرم من خوش حس بود و فکر کنم اتفاق خیلی جذاب میفته. حتما. پس هومن جان میبینیم انشالله. روز اجرا شد و من واقعا استرسم نداشتم و ترس یه نقطه ضعفی داره. وقتی که احساس کنه تو ازش جلویی دیگه نمیتونه بدوه و بیارد تو جلو بزنه و تو برنده میشی. شبای سر نیاز به دستام نداری. وقتی که کار اجرا شد و تموم شد خیلی داور رو دوست داشتن، خیلی نظراتشون مثبت بود و خیلی همگی لذت بردیم دیگه دست جمعی با هم. روز پخش برنامه نمیدونم چرا اینقدر استقلانه و فقط بازخورد مثبت و خیلی خوشحال شدم که مردم این کارو دوست داشتن. خیلی دوستتون دارم و این کار جدید رو تقدیم میکنم به همه مردمی که صدای من از هر جای دنیا شنیدن. بریم برای اجرای بعدی. هومن لطفعلی از تهران، بفرمایید. سلام، من هومن لطفعلی هستم، یک نابینا و با یک انگشت کمتر. دوست دارم این برنامه رو بدون هیچ ترحمی و بدون هیچ چیزی قضاوت بکنید. همتون رو دوست دارم، امیدوارم که لذت ببرید. دم شما گرم. برو بریم. تو دنیایی که من هستم نه خون ریزی نه جنگیه. کی میفهمه که این احساس چه احساس قشنگیه. من هر وقت که زمین خوردم از افتادن نترسیدم. برای حال امروزم یه مردون جنگیدم. نمیبینم ولی خوبم، شبیه کو مغرورم. چقدر این حالو دوست دارم که از این آدما دورم. چقدر این حالو دوست دارم که از این آدما دورم. صدای سرد آدم ها پره تردید و تشویشه. چقدر خوبه نمیبینم که آب هم دست آتیشه. چقدر خوبه نمیبینم که آب هم دست آتیشه.
شنیدم که دل دریا غروبا خیلی میگیره، همون بهتر نمیبینم تبرباریش درگیره. خدا برام نوشته که با قلبم عاشقش باشم، با عشقش انتخابم کرد تا من غرق تمناشم. نمیبینم ولی خوبم، شبیه کوه مغرورم. چقدر این حالو دوست دارم که از این آدما دورم. چقدر این حالو دوست دارم که از این آدما دورم. صدای سرد آدم ها پر تردید و تشویشه، چقدر خوبه نمیبینم که آب هم دست آتیشه. چقدر خوبه نمیبینم که آب هم دست آتیشه. جز معدود دفعاتی بود که یه اجرا توی عصر جدید دیدم و دوست داشتم تموم نشه و گفتم چقدر کوتاه، جا داشت بازم میخوندی و لذت میبردی. خیلی خوش حس بود کارش. خیلی خوش حس بود. مال خودش بود قشنگ. خیلی خوب. شعر وصف حال خودش، شرایط خودش رو زندگانی. شعر مال یاها کاشانیه. بله شعر مال یاها کاشانی. به یاها. به نظرم خیلی انتخاب خوبیه، کاملا خودش رو توصیف میکنه، حسش رو خیلی به ما خوب القا میکنه و هرچند به نظرم میشه در اون کردهایی که